خب آمدیم با ویدیوی بازرگانی وسط داستانهای پلیلیست ادوانس ML. توی کمتر از 10 دقیقه میخوایم یک موضوع و مشکل خیلی رایج رو بررسی بکنیم که اون مشکل رایج هست Why my model always predict class 0. چرا همیشه مدل من داره کلاس 0 رو پیش بینی میکنه؟ خب خیلی واضحه، چون داره کلاس 0 رو بیشتر میبینه. اما اگه بخوایم یه مقدار بیشتر کشش بدیم و فنی‌تر بررسیش بکنیم، یه مشکلی پیش اومده بود تو کیبوردمون، مجبور شدیم درستش کنیم. اگه بخوایم خیلی فنی‌تر و سریع پیش بینیش بکنیم، بررسیش بکنیم، موضوع از این قراره که ما مثل همیشه دیتا ست کتابخونه اسکیلرن رو داریم و میک کلاسیفیکیشن که از همون اسکیلرنه و به ما کمک میکنه که بتونیم دیتا ست مصنوعی خودمون رو بسازیم. این دفعه بهش گفتیم که بهش وزن دادیم، گفتیم وزن کلاس 0 رو 95% در نظر بگیر و وزن کلاس 1 رو 5% در نظر بگیر و اومدیم این رو ساختیم و یک مدل خیلی ساده داریم، یه شبکه عصبی خیلی ساده داریم که خیلی نمیخوایم قاطیش بشیم. کلا فکر میکنم 1000 تا پارامتر بود. آره کلا 1000 تا پارامتره و خیلی چیز خاصی هم نداره برامون. آره قبل از این که شروع کنیم به ترین کردن مدل و مشکل رو حل بکنیم، بیا یه متریک بدیم به اسم R که کراس دات متریک دات ریکال رو داریم که اینجوری هم اینو بهش میدیم و اینجا بهش یه R میدیم، اینجا یه P میدیم کراس دات متریک دات پرسیژن. صداهای عجیبی داره میاد تو خونم، امیدوارم که خورده نشیم امروز. خیلی خوب، اینجا هم بهش پی رو میدیم، اینم صدای موتور بود اگر شنیدین. میشه با این میکروفون ASMR ضبط کرد؟ نه فکر نمی کنم بشه. خب اینم از این. حالا بریم سراغ ترین مدل. همیشه اینجا درست بود؟ آره دیگه. ببینیم که مدلمون واکنشش به این داستان چیه. اوکی، ول اکیورسی داریم 98%، ول ریکال داریم 61%، ول پرسیژن داریم 95%. در واقع وقتی میبینیم ول اکیورسیمون 98 میگیم واو ترکوندیم پسر، دیگه از این بهتر در نمیاد، من چقدر خفنم. اما اگر دقت بکنیم به نتیجه معیارها میبینیم که ریکال 61 و یه جای کار داره میلنگه. برای اینکه مطمئن بشیم میایم کانفیوژن ماتریکسش رو میکشیم و بله میبینیم که چقدر مدل به کلاس 0 اهمیت داده. اسپانسر این ویدیو TNT اگه ندیدین درست. به شدت بوی بدی میده این انرژیزا، به شدت بوی بدی میده. شاید مشکل لیوانم بود ولی نه، وقتی که گرم میشه خیلی انرژی بدی میشه. ای خب پس فهمیدیم که اهمیت مدل به کلاس 0 به شدت بالاه و انگار کل دنیاش شده کلاس 0. داستان از اینجا شروع میشه که ما لاسمون باینری کراس اینتروپیه. در 90% لاست های دیگه هم، حالا بجز لاست هایی که مختص به همین کارن، این داستان پیش میاد که با خودش میگه ببین من هر وقت گفتم کلاس 0 دقتم بالا بوده، اکیورسیم بالا بوده، چرا ریسک کنم بگم کلاس 1؟
چرا این ریسک رو برای پیش بینیم انجام بدم وقتی امکان داره دقتم بیاد پایین؟ پس در واقع مدل داره آزادی رو از خودش میگیره و دنبال اینه که دقت رو ببره بالا به هر بهونه‌ای. واسه همینه که همش بهش میگیم، همش خودش به خودش میگه کلاس 0 رو پیش بینی بکن. داستان اینجاست. راه حلی که براش داریم داستان کلاس ویت که یک متد هست توی خود فیت که ما میتونیم این کلاس ویت رو بهش بدیم. اما دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ بهش میگیم که اوکی ببین کلاس 0 رو ضریبش رو 1 در نظر بگیر، کلاس 1 رو ضریبش رو 20 در نظر بگیر. در واقع داریم میگیم که کلاس 0 کلاس 1 20 برابر بهش بیشتر توجه کن تا کلاس 0. اینجوری دیگه نمیتونه رندوم بهت بگه اوکی کلاس 0 درسته، کلاس 0 درسته، پیش بینی من کلاس 0 کلاس 0. و دیگه اینجا این آزادی رو داریم ازش میگیریم و بهش میگیم تو مجبوری به کلاس 1 هم توجه بکنی. حالا این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که ما دقتمون ول اکیورسیمون بشه 91%، از 98 شد 91%. ول پرسیژنمون بشه 33%، اما ریکالمون بره بالا. حالا این داستان رو وقتی که توی کانفیوژن ماتریکس بیاریم خیلی واضح تر میتونیم راجبش تصمیم بگیریم. بذارین بیارم اینجا، این رو هم بیارم قبلی رو بیارم اینجا. اوکی ببین اینجا بعد از اینه که کلاس ویت زدیم و اینجا قبل از اینه که کلاس ویت زدیم. 926 38 834 59. میبینیم که یه مقدار توجهش به کلاس 1 بیشتر شده، واسه همین ریکال بهتری گرفتیم، اما پرسیژن و اکیورسی به همون مقدار پایین اومدن. درسته ما در برخی از موارد اشتباه پیش بینی کردیم نسبت به اون دیتا ستی که داریم، واسه همین پرسیژن و اکیورسیمون اومدن پایین. اما الان مدل باثبات تری داریم. ما هدفمون از ترین مدل اینه که بتونیم مدل باثباتی درست بکنیم، مدلی درست بکنیم که عادل باشه، مدلی درست بکنیم که استیبل باشه توی دنیای واقعی. برای همین همیشه اینجوری نیستش که معیار اکیورسی برامون مهم باشه، معیار پرسیژن برامون مهم باشه. مهم اینه که مدل استیبل کار بکنه. توی پلیلیست ادوانس ام ال یه ویدیو داریم که راجع به بگینگ و در کل ووتینگ داره صحبت میشه، راجع به آنسمبل لرنینگ، و اونجا این رو میگیم که وقتی ما داریم آنسمبل لرنینگ استفاده میکنیم مدل استیبل تره، مدل با قاطعیت بیشتری تصمیم میگیره، همینجوری تصمیم نمیگیره که دقتش بره بالا. وقتی با مدل مثل یک بچه رفتار میکنیم که میخوایم تربیتش بکنیم احتمالاً AI دیولوپر بهتری هستیم. لایک، کامنت و اینطور چیزها یادتون نره. دمتون گرم. فکر میکنم تصویرم یه مقدار برای این ویدیو بزرگ بود و باعث میشد که خیلی چیزها رو نبینیم. اگر بزرگ بود حتما به من بگید که از ویدیوهای بعدی این رو کوچیک‌تر بکنم. خودم هم چشم دارم دیگه، میبینم. الان میرم چک میکنم، آپلود میکنم، از ویدیوهای بعدی درستش میکنم. دمتون گرم، شاد باشید و یاد بگیرید.